سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای نازنین، دوست داشتنی و همیشگی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که مجدد شما رو زیارت میکنم و در خدمت استاد عزیزم حاج آقای سعیدی آریا هستم با افتخار. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدین، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانمون، بزرگواران. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عالم و عاشق و عارف باشیم. الهی آمین. دعای قشنگ انشالله در حق هممون مستجاب بشه به برکت فرمایشات شما، نفس حقتون. ممنونم از لطفتون. خب ما یه روایت خیلی دلنشین و تاثیرگذار و کاملا کاربردی مثل همه روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین از وجود نازنین نبی مکرم اسلام میشنیدیم از حاج آقای سعیدی آریا عزیز، که من دلم میخواد خواستگاه این روایت رو از اونجایی که ممکنه که بعضی از بیننده های ما تازه به جمع بینندگان یاد خدا در روزهای جمعه اضافه شده باشن، شما بفرمایید که مطلع روایت چی هست و متن حرفم این هستش که ما مجهز بشیم به صفاتی که اون صفات به ما کمک میکنه ما سرباز امام زمان بشیم انشالله. انشالله تربیت مهدوی داشته باشیم انشالله. و عرض کردیم میخوام یه جوری باشه که حضرت از ما راضی باشه، کنوا لنا زینا، زینت باشیم، باعث درخشش باشیم تو مسیر اهل بیت علیهم السلام، خاصه تو دوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. حدیث از رسول الله صلوات الله و سلام علیه بود که توصیف میفرمودن اون حالتهای مؤمن و مؤمنانه رو که لطیف الحرکات، حالا نوعای مختلف کنیم، از نوع گویش، از نوع برخورد با دیگران، آدمایی هستن که اهل کمک کردن به دیگران هستن، معونشون و سختیشون برای دیگران کمه، نوع گویششون چگونه است، داریم همون مسئله جلو میریم و انشالله به برکت نام رسول الله انشالله متصف بشیم به این قضایا. تا عبارتهای آخری که خوندیم که آدم‌هایی هستن که قد و طرف، آدم‌هایی هستن که چشمشون افتاده است، آدم‌هایی هستن که دریده نگاه نمی‌کنن، نگاهشون آزاردهنده برای دیگران نیست، گاهی گستاخی در کلام، گاهی گستاخی در نگاه، بی‌حیایی در نگاه، نه نگاه اینا نگاه افتاده است. این آخرین عبارت جلسه گذشته بود. سخی الکف، دست بخشنده داره، آدم خسیسی نیستش، سخاوت داره. تو روایت داره که سخاوت میتونه دو تا غریبه رو مثل دو برادر نسبت به هم دیگه نزدیک کنه و بخل میتونه دو تا برادر رو مثل دو غریبه از هم دیگه دور کنه. شاید بعضیا که شنونده هستن یا بیننده ما هستن تایید بکنن که به واسطه بخل، به واسطه این مسئله چقدر دو نفر از هم دیگه، مسائل مالی که پیش میاد، بخشندگی تو این مسئله نیست. سخاوت از صفات الهیه، از صفات اهل بیت علیهم السلام، اصلا برای خانواده اصلا فوق العاده است. سخت نگرفتن، تازه بعضی جاها سخاوت باید بیشتر هم باشه. مثلا در سفر به قول امروزی ها میگن سر کیسه را شل کردن، یه اصطلاحه، میگن باید تازه اصلا توی سفر که میری دست بازتر هم با خانواده برخورد بکنی، با اقربای خودت نسبت به دیگران. ما اولویت هایی که در کمک کردن به دیگران داریم این ذوی القربامون هستن، نزدیکان. اگه یه برادری داری، یه خواهری داری، میدونی وضعش خوب نیست، جلو بچه‌هاش خجالت میکشه، ولی تو میدونی چجوری کمکش بکنی که آبروش نره، با تو نداره، نزدیکه. اینا همه تکلیف ما میشه ها. امام زین العابدین علیه السلام در دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، فمن ولا تفتنی بالسعه، خدای فتنه سعه امتحانم نکن با وسعت مال، وضعم خوب بشه. حالا آقا همه میگیم وضعم خراب بشه امتحان الهیه، سعه دیگه چی بود، وسعت دیگه چی؟ اونم امتحان خودش رو داره. حالا بگرفتن دست ناتوان میشه شکرانه بازوی توانای تو. حالا اینو انجام میدی یا نه؟ تا وقتی نداری خمس بهت واجب نیست، تا وقتی ثمره‌ای در گندم و جو و خرما و کشمش و حالا اون چیزایی که تو چیز هستش و اینها، تا وقتی اونا نیستش برات، تو
میتونی دستت واسه زکاتو نمیدی، وقتی داری و سعه پیدا کردی حالا چی کار میکنی؟ این موقع میتونی حقش ما رو بدی. حق سائلی که در مال تو هست میتونی پرداخت بکنی، یه وقت نداری. خیلی مسئله است. آدمی است که سخی الکفه، دستش دست بخشنده است، ناخن خشک نیست. اصلا یه صفته ها و بعضی از صفات منهای حتی ایمانم پسندیده است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه حتی حاتم طایی رو ببینید، یا بخشیدن دختر حاتم طایی رو به واسطه پدرش چه اتفاقی میفته. یعنی خود سخاوت، حضرت علت رو میگه پدر او سخی بود، بخشنده بود. این بخشنده بودن تو هر موقعیتی باشه پذیرفته. از صفات قشنگیه که آدم داشته باشه در مقابل حالا اون خساست و اون تنگ نظری و اینها. خیلی مسیر هدایت آدم رو هم باز میکنه، خیلی آدم رو رقیق القلب قرار میده. این بنده خدایی که اومد سر سفره امام حسن نشست، با چه وضعی اومد، چجوری برگشت؟ از شام بود. بله تو فرمودید رقیق القلب میشه. بله. چی اومد؟ بله اصلا اومد با توهین، آمد با شبهه که نه، با توهین مستقیم. خب وضعیت شام هم که شنیدید، وضعیت تبلیغاتی که اونجور بود از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد اومد یهودید مسئله عوض شد، اصلا یه چیز دیگه شد که بهترین خلق خدا رو داره حسن بن علی علیه السلام میبینه. چقدر تغییر میکنه. بعد که حتی داره که هدیه دادن محبت رو جلب میکنه. یه وقتایی میبینید تو خونه سردی شده، من بچه ها خانومم روابطمون سرد شده، شروع کنید هدیه، نه با ارزش خیلی بالا و ممکنه تکرارش این مسئله رو براتون هدیه بدید به هم دیگه. کدورت رو خیلی از بین میبره. چند تا چیزو داریم که این کدورت ها، دعواها، مشکلات رو از بین میبره. یکیش همین هدیه دادنه، خوب صحبت کردن، ابراز علاقه به طرف مقابل. باز تو روایت اذان رو بلند تو خونه گفتن. اگه میبینید یه وقت خونه ها سیاه شده، سیاه نه معنی رنگ سیاه میگم، تاریک شده، اذان رو بلند بگید. نماز که میخوای بخونی بالاخره اذان اقامه، الله اکبرش رو بلند بگو، الله اکبر الله اکبر. اذانه که میگی بلند بگو اذانو. اینا باز اثرات خوبی داره. سخی الکف لا یرد سائلا. اگه یعنی سائل کسی که چیزی ازش میخواد رد نمیکنه، حالا به اندازه‌ای که میتونه، به اندازه‌ای که البته داریم اون معنی گداپروری و معنای مشخصه چی داریم میگیم، اون معنی اشتباهی که گاهی در این مسئله ایجاد میشه، تنبل بار آوردن کسی. ما همه به هم دیگه میگیم التماس دعا. یه شخصی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا منو دعا کنید وضع مالیم خوب بشه. حضرت گفت دعا نمیکنه. ما که همه میگیم آقا دعا کردن که دیگه، حضرت فرمود چون کار نمیکنی باید بری کار کنی. پس حتی دعا کردن هم جای مشخص داره. کل زانوی اشتر ببن. یعنی دعایی که ما دیگه توقع، این که پول نبود که دیگه دعا حضرت دعا میکنه، نه، اینجا تو داری یه چیزی رو جای چیز دیگری به کار میبری. تو اون بحث سائل هم جای خودش رو داره. کسی من میدونم کلاهبرداری داره میکنه، داره سائل، این درآمدش از آقای مهندس فلانی هم بیشتره، داره درآمدش. این معلومه هدر دادن صدقه است. هدر دادن صدقه نسبت به کسی که با حیاست، میخواد آبروش حفظ بشه، با سیلی داره صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. این داره سائل به کف داره. حالا خیلی مسائل دیگه هم داره، اینا رو قاطی نکنیم با هم دیگه، مطلق نیستن. بله. یزن و کلامش سنجیده است. یزن و وزن داره، کلامش سنجیده است. نوعاً آدم عاقل و غیر عاقل فرقشون اینه. هر دو ممکنه فکرم بکنن اما تا زمان فکر کردنشون متفاوته. آدم عاقل قبل از اینکه حرف بزنه فکر میکنه، کلامش در بند خودش در میاد. آدم غیر عاقل بعد از اینکه حرفو زد فکر میکنه، خروجیش میشه چی؟ دست پشت کاشکی نمیگفتم، کاش این کار رو انجام نمیدادم. چرا؟ زمان فکر کردن ها متفاوته. آدم عاقل قبلش فکر میکنه. یزن و کلامه یعنی در موازنه میسنجه، اینو بگم چه اثراتی داره، الان سکوت هم چه اثراتی داره. بعد نگاه میکنه میگن فلانی چه آدم حکیمیه، یعنی بیانش، گفتنش حکیمانه است، میسنجه. و اینکه بعدن نگاه کنه وای این حرفو زدم، خانومم ناراحت شد، وای این حرفو زدم، نمیدونم تو رسانه بود این حرفو زدم، حالا بیا جمعش کن، توی خانواده بود این حرفو زدم، جمعش کن. بعد مجبوره بگه عصبانی شدم، حالا از دهنم پرید دیگه. از چیزایی که نطق آدم رو از ثواب با صاد در میاره، یکیش حالتهای عصبانیت، موازنه کلام رو از بین میبره. حضرت میفرماید شدت الغضب تغیر المنطق. شدت عصبانیت تغیر، این تغییر میده منطق گویش. و تقطع مادة الحجه تقطع.
قطع میکنه، ماده ریشه، حجت استدلال، ریشه کن میکنه استدلال و دیگه دو تاش 4 تا نیست. و تفرق الفهم، تفریق جدا کردن، تفرق پاره پاره میکنه. شدت عصبانیت نطق آدم رو عوض میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین تو 105 صفت که از صفات اهل تقوا میفرمایند، اولین صفت منطقهم الصواب، نطقشون بر اساس صواب با صاد. صواب با صاد یعنی درست و نیکو، صواب با 3 نقطه یعنی اجر نیکو، میگن فلان کاری صواب داره، اون چیز دیگه است. آدمی است که کلامش وزین است، کلامش سنجیده شده است، گتره‌ای حرف نمیزنه، هر چی به دهنم اومد بگم نیست، عقل و عقال داره، افسار داره، فکرش، زبونش هر حرفی رو که زده ازش توضیح بخوای میگه به این علت گفتم، به این علت نگفتم. فکر میکنی حرف میزنی، خیلی وقتا خیلی ماجرا پیش میاد، چه برسه که فکر نکرده حرف بزنی که و تو عصبانیت فکر تو توان رسیدن به زبانت رو نداره، توان رسیدن به دستت رو نداره. عملی انجام میدی نمیدونی چرا این کارو کردی، بعد میگه یکی نبود اینو به من بگه، حتی اگر بودم درکشو نداشتی، چون دیگه عمل کردت پشت عقلت نبود، دیگه نمیتونست از او دستور بگیره. و اینا هم عادت کردنیه. یه وقتا آدم باید یاد بگیره صمت داشته باشه، سکوت رو یاد بگیره. یه وقت من یه جایی بودم، خیلی بچه تر از این بودیم، پیش یکی از اساتیدمون بودیم، حالا یه ذره پاسخگویی من تو بعضی از چیزا قوی تر بود، اینو گفت جواب دادم و اینو یه بادی هم کردیم، مثلا حاج آقا ما اینو جواب دادیم و این. خدا حفظ کنه ایشون، حاج آقا برگشت گفت بلدی جواب ندی؟ من همین جوری مون، همین بهتی که الان دارم میزنم، مگه بلد جواب ندادنم مگه بلد بودن میخواد؟ آره بلد بودن میخواد. باید یاد بگیری یه جایی تو نباید جواب بدی، باشه بلدم باشی، بذار اصلا دیگری بگه، بذار یه جور دیگه باشه، بذار یاد بگیری که حاضر جوابی اصلا به این نیست. سکوت رو یاد بگیری، سکوت مال لزوما ندانستن نیست. بلدی و نباید بگی، یه مصلحت دیگه ای پشت است. ایشون گفت بلدی جواب ندی؟ من فکر کنم اون نتیجه خیلی مهمه، همون که توی نکات قبلی فرمودین انتهای کار رو میبینه. بله. من با این جواب دادنه قرارشم از خودم خوشم بیاد یا نه قراره که او به نتیجه برسه چیزی. این نتیجه رو ابتدا ببینی، اون وقت تکلیف کار روشن میشه انجام بشه. همینطوره تربیت. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما یه فاصله بگیریم و برگردیم و داریم کیف میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه 7-8 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم تا بیشتر استفاده بکنیم از در درجه اول کلام نورانی و نقل و نبات نبی مکرم اسلام حضرت رحمتا للعالمین با فرمایش زیبای استاد سعیدی آریای نازنین. چشم. خب عرض کردیم آخرین عبارت یزن و کلامش وزین است، سنجیده است. و جالب اینه که شما وارد این مسائل که میشید، مسئله کلام خیلی مبتلا بهه، چه در خوبی ها و ارزش ها، چه خدایی نکرده در معصیت ها. یعنی این گناهان کبیره، ما شاید دستغیب رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، هی میبینی پشت سر هم گناه های مربوطه به زبان داره تکرار میشه. کوچک جرم بزرگ جرم و خطاکار، و اینکه به کار بردنش خیلی کم معون است. گناه الف را انسان میخواد انجام بده، باید هزینه بکنه، چی کار بکنه اینو. ولی این گناه زبان نه هزینه داره نه هیچی، اراده کنه پشت سرش اومده. خیلی باید تربیتش کرده باشی که تابع اراده خوب تو باشد، نه بر اساس شیطان. و میشه شیطان از زبون آدم حرف بزنه. خطبه متقین خط آخر وقتی حمام با دو چشم نوشته میشه خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شروع میکنه حضرت 105 صفت برای او میگه، تمام که میشه فصعقه، یه فریادی میزنه، از دنیا میره. عزیزان یه شخص دیگه هم اینجا حضور داره، بلند میشه یه حرف خلاف ادبی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه، فما بالک، خودت چرا هیچیت نشد؟ لوازم زشتی داره این حرف. تو نهج البلاغه هست، ببینی تو همه نهج البلاغه هست که حضرت با ویحک جوابشو میده، وای به تو که یه همچین حرفی زدی. بعد حضرت میفهمد جمله آخر رو ببینید، الشیطان نفث علی لسانک، شیطون اینو به زبونت آورد، نفسه با 3 نقطه، شیطون اینو به زبونت آورد. میشود در محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، ولی یه آلودگی باشه، زبون آدم زبون شیطونی باشه. آره که میشه. بنابر خدا این زبون خیلی بیچاره میکنه، خیلی بی‌حیایی میکنه.
تربیت کردنش هم مشکله. شاید از تمام اعضا و جوارح آدم سخت‌تر، چون خیلی به قول شما کوچک جرم است و کم مؤونه، از تربیت کردنش خیلی سخته. اولین مرحله رو میگن با سمت. یادش بده که ساکت باشه، یادش بده که هر جا حرف نزنه حتی اگر بلد باشی. از یا با این زبون زخم زبونایی میزنن. زخم زبان دیگه اسمش درست. یک زخمی به زندگی کسی میزنن که سالهای سال دوا درموندن. سیدی وقت دست شما ببره تو آشپزخونه داشتی کار میکردی بریدی، 10 سال دیگه ازت میپرسن فلان یادت هستش؟ میگی نمیدونم این دستم بود، چی بود این دست؟ فکر بود دردم نداره هر چی دست میزنی. ولی ازت میپرسن 10 سال پیش یکی، هم میدونی کی بود، هم میدونی چه جوری گفت، هم الان که یادت میفته احساس سوزش رو تو قلبت میکنی، جاش خوب نمیشه. بعدش هم میگی فلانی حلال کن من این حرفو زدم، اونم میگه نه بابا این حرفا چیه. هم خودت میفهمی حلال نکرده، همون میفهمه حلال نشده، همه رو میفهمن. زخم زبون خیلی عمیقه، به این راحتی هم جوش نمیخوره. وای به حال کسی که اینو قدرت تکلمش تصویر کنه، بگه من چه حاضر جوابم، کسی نمیتونه جلو من وایسه. وای به حال، یعنی اینو یه حسن بدونه. وای با وقت اون یا لیتنی کنتو ترابا که پیش میاد، اون موقعی که پیش میاد که میگه کاش من اصلا زائیده نشده بودم، کاش خاک بودم، یعنی کاش این قدرت رو نداشتم. حالا میاد میگه که این دل منو شکسته. خدایا جواب بده. میگه که سگ با زبان به زخم تنش میزند دوا، کمتر ز سگ کسی است که زخم زبان میزند. بله، مرشد چلویی رحمت الله علیه، از این بیت از ایشونه. رضوان خدا برش، رضوان خدا برش. لا یقبل الباطل من صدیقه. باطل رو از دوستش نمیپذیره. دوستی باعث نمیشه پذیرش باطل داشته باشه. حرف غلط بزنه، رفیق منم باشی نمیپذیرم ازت. دوست یه عمری هم با هم زندگی کرده باشیم، ولی اینجا نقطه فراق ما میشه. لا یقبل باطل من صدیقه ولا یرد الحق علی عدوه. حق رو اگر دشمنش هم حق بگه نمیگه، رد نمیکنه، چون او حق داره. میگه ملاکش برای حق و باطل واقعیت حق و باطل، نه اینکه چون دوستمه اینطوری یا اون مثلا منافع من، چون رفاقتیه. انقدر رهزن میشه این دوستی ها و دشمنی ها در پذیرش یا عدم پذیرش حق و باطل. درست رو به حساب شخص میسنجیم، نه به حیث واقعیتش. این احزاب و نمیدونم یک آفت بزرگی که توی بعضی وقتا، یعنی کافیه بخوای گولش بزنی اعضای این لیستو ببر بذار زیر مجموعه اونا، فقط این سربرگو بکن از اونجا بچسبونیم بر حق و باطل. وقتی نگاه بکنه مدیرش که مثلا کارش گیره پیشش، وامش هم پیشش گیره، فلان حرف باطل رو میزنه، میگه به به چقدر زیبا فرمودید. حالا فلان حرف حق و اگر که فلانی بزنه که باش دشمنه، میگه تو فلان جور هستی، فلان فلان شده، شروع میکنه نسبت به خودش هم حالا تهدیدهای یا بی احترامی کردن. حق و باطل ملاکش چیز دیگه است، ملاکش فرد نیست، یه واقعیتی در خارج داره. ببین منطبقه یا نه. اینو بهش میگن آزاد اندیشی. آزادی از فرد خیلی چیز سختیه. آزاد اندیشی، اندیشه‌ای که آزاد باشد که اینو از این شنیدم یا از اون شنیدم. یعنی وقتی برگه ای رو گرفتی بتونی سربرگو تا کنی، تحلیل بکنی. پناه بر خدا، شنیدن این آزاد اندیشی اصلا یه چیز خیلی سختیه. نوعاً کسانی که میخوان این عبارت رو البته به کار ببرند گاهی سخیفش میکنن. آزاد اندیشی به معنی لاقید بودن، به معنی نفهمیدن درست و غلط خودشون. میگه چون مثل ما نمی اندیشی پس آزاد اندیش نیستی. اون یه عبارت‌های خیلی بدیه. وقت تعصب اینا هر کدوم از لغت. یه وقت یه جایی بودم یه بنده خدای گفت شما خیلی تعصب داری. گفتم 3 تا سوال ازت میکنم، اگه 3 تا سوال منو جواب دادی من دیگه قول میدم از همه حرفام برگردم. گفت چی؟ گفتم 2 به اضافه 2 چقدر میشه؟ گفت خب میشه 4. این سوال نیستش که. گفتم این سوال اول. سوال دومینه 2 به اضافه 2. اون که سوال اوله. گفتم سوال دوم منه، بگو ببینم. گفت همون 4. چقدر تعصب داری، همش 4 که نمیشه. سوال سومو جواب بده 2 به اضافه 2 ولی بی تعصب. تغییرش بده. چقدر تعصب داری آخه؟ خب تعصب درسته اینجا دیگه. جواب همیشه میشه 100 بارم بپرسی میگم 4. اینجا که تعصب رو درسته که خودش درسته. اینجا اگه نداشته بگی حالا این دفعه میشه 5، پنجشنبه میشه 6. این که اصلا این مسئله تعصب تو جای خودش اگه نداشته باشی غلطه. اون جاییه که مبنا نداشته باشه.
و نام میبریم به خدا بر اساس دوست داشتن و دوست نداشتن نسبت به فرد، نه نسبت به حق و باطل. اگر پذیرفتی اون وقت میتونی به عدالت، اون وقت آدم مؤمنی و به عدالت قضاوت بکنی. لا یتعلم الا لیعلم، یاد نمیگیره مگر اینکه درس نمیخونه، یاد نمیگیره مگر برای خود یاد گرفتن. بعضیا درس، این همون مسئله مدرک گرایی که ما میگیم، یاد میگیره که پس بده اینو بلدم، این مطلب رو میخونه که مچ فلانی رو بگیره. از قبل که میدونه میخواد بره بهمونی، اینو رو میخونه که بره اینو بگه که فلانی بلد نباشه، به قول ما خیت بشه، به قول ضایع بشه توی مهمونی. این یادگیری مفت نمیارزه، این یادگیری برعکس فضایل اخلاقی. یاد میگیره که بهش بگن آقای فلان، آقای مهندس، آقای دکتر، اصلا علمیت موضوعیت نداره. مدرک گرایی. یاد میگیره مچگیری کنه از دیگران، میره حتی یاد میگه فلانی این حرفو زد، بریم غلط حرفشو در بیاریم که فلان جنب اینو بهش بگیم، یا تو فلان محیط مجازی اینو بنویسیم ضایعش بکنیم. یعنی یه کار درست رو برای رسیدن به یه هدف غلط. اما آدم مؤمن فقط برای علم و دانش، برای زیاد شد، برای یاد گرفتنش تعلم میکند. اگه کتاب میخونه، اگه پای درس میره، برای این کار است. خیلی ها ببین مدرک گرایی رو 1400 سال پیش پیغمبر هم داره صلوات الله و سلام علیه داره نفی میکنه. ولا یعلم الا لیعمل. یاد نمیگیره مگه برای عمل کردن. و زکات العلم نشرو، اون چیزی هم که یاد گرفتید سعی کنید یاد بدید. یه مطلب خوبی وقتی گرفتی توی اینترنت، به چه مطلب خوبی بود، یاد گرفتم امروز، چه نکته مهمی داشت، همینو بفرست واسه دیگری. این زکات علمه. انشالله خدا به هممون توفیق بده به برکت این روایات که پشتوانه معدن العلم، محل جوشش علم، پشتوانه اونهاست، انشالله رو قلب‌های ما اثر بذاره و عامل باشیم. الهی آمین. که به برکت همه این نکات و توصیه‌های پدر مهربونمون ما تأثیرگذار باشیم و زمینه ساز ظهور آخرین فرزند معصومشون و حضرت خاتم الاوصیا باشیم. اجرتون باز حجت. ممنونم از لطفتون. بزرگوارین ارزی نیست. از شما هم خیلی تشکر میکنم، حوصله میکنید، محبت اختیار دارین، داریم حزم میبریم، عزیزمونم تحمل میکنید ما رو. خدا بهتون خیر بده. متشکرم از لطفتون. خیلی ممنونم. تشکر فراوان از همراهیتون تا این لحظات پایانی.